الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که طاغوت فقط حسی هست یا معنوی هم می شود؟ بارک الله فیکم برادر و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. البته طاغوت به نهایت زیاد است. اولا طاغوت رو معناش رو باید بدونید که طاغوت چلی که ابن القیم الجوزی ذکر نمودند در بیان و تعریف نمودن طاغوت گفتند كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. هر یک چیزی که بنده تجاوز میکند حدش رو، از حدش همون چیز رو میگذارد در عبادت، در پیروی و در اطاعت، من معبود او متبوع او مطاع، انا من طاغوت میشود. و امام محمد بن عبدالوهاب گفتند که الطواغیت کثیره و رؤوسهن خمسه. طاغوت به نهایت زیاد است، طاغوت به نهایت زیاد است، اما اساس سرش انمین 5 چیز است. یکمینش شیطان لعنت الله علیه، طاغوت کلانی. و دومینش کل من عبد و کل ما عبد و هو راس، کل من عبد و هو راس. هر یک کسی پرستیده شود، عبادت کرده شود در حالتی که راضی باشد. انسان رو یک کس پرستد و راضی باشد، به مانند شیخ‌های روسی، شیخ‌های صوفی کی یا شیخ‌های رافضه کی، انسان ها همه شیخ‌های رفته سجده میکنند، دعا میکنند، این شیخ‌ها راضی اند، با همه دعوت میکنند من پرستید میگرد. شیخ‌های صوفی و رافضه اخزهم الله. و سیومش و من دعا الناس لعبادت نفسه او بعبادت نفسه، کسی که مردم رو به عبادت نفسش دعوت کند یا به اطاعتش یا به عبادتش، البته اطاعتش غیر اطاعت شرعی باشد، در این حالت طاغوت شد. به مانند شیخ‌های صوفی یا به مانند حاکمان مرتدی که امروز مجبور میکنند که مردم اطاعت کفریشون رو بکنند. همه این پادشاه‌های دموکراتی اینها طاغوتند. چهارمش و من لم يحكم او و من یحکم بغیر ما انزل الله، هر کسی که بغیر حکم الله حکم کرد این طاغوت است. همه پادشاهایی که بغیر حکم الله حکم کرد این طاغوت است. پنجم و من ادعا علم الغیب، هر کسی که دعوای علم غیب بکند. باز به مانند غلات مشایخ صوفی و رافضه یا که ساحر جادو و فالبینی که امروز وجود دارد، اینها همش طاغوت است. پس طاغوت در 3 چیز به وجود میاد: در عبادت، در پیرو شدن و در اطاعت. از حد گذرید همین چیز طاغوت میشد. اما این طاغوت هایی که ما گفتیم طاغوت های حسی بود. معنویش البته وجود دارد، طاغوت معنوی هم وجود دارد، طاغوتی که شما نمیبینید اما در درون انسان، در دلش و در قلبش اعتقادی هست. ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب اعلام الموقعین به نوعیت خوب ذکر نمودند طاغوت معنوی زمان خودشون رو. در زمان ابن القیم الجوزی، چلی که ابن القیم الجوزی در کتاب اعلام الموقعین ذکر میکند، طاغوت معنوی این تأویل بود، تحریف. برای من کسر التأویل، شکست تأویل یک موضوع رو مونده شکستند. یعنی من تأویل میگفتند حدیث رو دیگر میکردند و تغییر میدادند. تأویل میگفتند آیت قرآن رو معناش رو دیگر میکردند. تأویل گویان اسماء الله و صفاتش رو دیگر میکردند و مخالف قرآن و سنت سخن میکردند. تأویل یک بلای و مصیبت بود. امروز هم یک بلای و مصیبت هست، امروز هم هست. وقتی که یک سخن میگوید مجازی میبرند، تأویل میکنند، تحریف میکنند. بارک الله فیکم. و امروز این چنین حسی و معنویش طاغوت معنوی همین طاغوت مرجعگی است. طاغوت معنوی مرجعگی است که در مسئله ایمان و در مسئله کفر به نهایت مبارزه میبرند، تکفیر را نابود میکنند. این هم یک طاغوت معنوی هست. نابود کردن تکفیر، نابود کردن بعضی از احکام اسلام، قبول نکردن یا که شبهه گذاشتن در این مسائل، این هم یک طاغوت معنوی این زمانه است که به نهایت اهل امت به همین چیز مشغول شده است. بارک الله فیکم. پس اصل طاغوت
сураи Бақара ояташ аст ки мегӯяд дар баъд аз оятал курсӣ омадааст: ва ман якфур биттағути ва юъмин биллаҳ фақад истамсака билурвати лвуthқа. ҳар касе ки ба тоғут куфр варзад ва имон ба Аллоҳ биёрад, ба таҳқиқ ба як ҳалқаи оҳанине урватулвуthқа чанг задааст ки ла инфисома лаҳ, ҳеҷ гоҳ ҷигар ҷудо намешавад. урватулвуthқа дар инҷо ҳалқаи оҳанин ин чи аст? ла илаҳа иллаллоҳ, калимату тавҳид аст. чӣ хеле ки Абдуллоҳ ибн Аббос ва ғайр аз муфассирин ин оятро шарҳ доданд. ва баъд аз ин ояи дигар сураи Таҳрим ояти 4 аст ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала қиссаи Иброҳим алайҳиссаломро мекунад. дар инҷо мегӯяд: валакум усватун ҳасана валақад кана лакум усватун ҳасана фи Иброҳима валлазина маъаҳ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. الله میگوید که به تحقیق برای شما الگوی نیکوست، قدوه نیکوست ابراهیم و کسانی که با همراهی ابراهیم ایمان آوردند. زمانی که ابراهیم به قومشان گفتند ما به شما کفر ورزیدیم و شما را رد میکنیم و به همون شرکی که شما انجام میدهید ما کفر ورزیدیم و ما از شما بیزاریم. این براء منکم، ما از شما بیزاریم، ما براءت کردیم به شما و به آن چیزی که شما عبادت میکنید غیر از الله را، و ما به شما کفر ورزیدیم و بین ما و شما دشمنی آشکار میماند تا همان روزی که توبه کنید و ایمان بیارید. پس این دو آیات آشکار از آیات های دیگر است. پس مختصری سخن این است که کفری یا که طاغوتی معنوی هم وجود دارد. بارک الله